مامان عزیز دلم، پسر گلم. ما داریم میریم. برو، خدا به همراهتون پسر عزیزم. بریم به سلامت. برین عزیزم، بریم به سلامت. بابا جونم پسرم، امروز مسابقه دارم، میای دیگه؟ پسرم تا حالا دیدی من بد قولی کنم؟ معلومه که میام. اورهان ها، هممون شام میریم خونه یه پروینینه. ای بابا امشب که نمیشه. چرا نمیشه؟ با بچه‌ها قراره دور هم جمع بشیم، از قبل گفتیم. باشه فردا. بازم میخوای مشروب بخوری؟ آره بعد این همه وقت میخوام برم دیگه، از دماغمون در نیار. یه کاریش بکن دیگه. بریم داداش. حل دیگه. بودو دیگه داداش، کلی کار داری. صبر کن پسر، اومدم دیگه. زود باش بریم. بهتون خوش میگذره؟ البته پینار جون، همه چی عالی. خوشحالم. عمو بده عزیزم، خیلی ممنونم که اومدی. ای بابا این چه حرفیه؟ وقتی قول دادم باید بیام دیگه. الیف کجاست؟ از صبح سر شلوغه، نگاش کن. 2 دقیقه نمیشینه. الیف ببین کی اومده. صداش نکن، بذار بازی کن. از لباس خانمت خوشت اومد؟ سلیقه منه. نفهمیدم منظور چیه؟ منظورم اینه همسرت که خیلی زیباست، یه دوست دختر خوشگلم داری، یه شب پیش اونی یه شب پیش من. خود دنیا به کامته. جانان الان وقتشه. ماهاست که داری همینو میگی. وقتش نیست. وقتش کیه؟ میگی چی کار کنم جانان؟ میخوای همه چی رو ول کنم با تو فرار کنم؟ مامان کیکو بیار. باشه عزیز دلم. اخ جون هورا. با اجازت. جانان جان بیا کیکو ببری. باش عزیزم. با اجازه، بنده رو احضار کردم. مراقب رفتارت باش. ما هم الان میای. خیلی خوب. مهتاب بگو کیکو بیارم. فرشاد این اینجا چه کار میکنه؟ بگو بره. باشه میگم بره، نگران نباش. کجاست؟ الیف جونو میگم، براش کادو قشنگ خریدم. بهش میدم. ممنون. دوست ندارم اینجا باشین. لطفاً تا کیکو نیاوردن بریم. همین الان. چرا خانومت انقدر کلاس میذاره فرشاد جون؟ ببین امروز تولد دخترمه، لطفاً شهر به پا نکن. رو چشم فرشاد جون، فقط همسر گرامیت حساب بانک بنده رو مسدود کرده. فوراً این مشکل حل کن. باشه حلش میکنم، فقط الان برو. باشه بعدم میبینمت. ببینم کیکو نیاوردن. آوردن. الیف جون بیا بالا مامانی. تولدت مبارک مبارک مبارک. تولدت مبارک. بدو شما رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی. تولدت مبارک هستم. 130 ساله بشی. تولدت مبارک.
کار دیگه هم هست؟ نه مرسی داداش. ببین اگه امشب کار زود تموم شد تو هم بیا، دور هم خوش میگذره. نه داداش مرسی، بذار درویش بیاد. خب شب خودم میرم ماهیگیری. پس اگه قسمت باشه فردا صبح میبینمت ها؟ آره. ببین راستی شب زیاد مست نکن، من دارم میرم ماهیگیری، کسی نیست جمعت کنه. ببینم تو کی تا حال منو جمع کردی؟ کار همیشه گیت دیگه. من برادر بزرگترتم، با من درست حرف بزن. خیلی خوب بابا، شوخی کردم. ای بابا اگه اینجوریه پس منم شوخی کردم. سر کار گذاشتمت. داداش برو دیگه، کار و زندگی دارم. ای خدا اینو ببینا، پسر عجب آدمی هستی ها، انگار فقط تو داری کار میکنی. عجب آدمیه این. تبریک میگم. ممنون که تشریف آوردی. خدا نگهدار. الیف جون هدیه‌تو دوست داشتی؟ بله دوست داشتم، خیلی ممنونم وداد. قابلتو نداشت الیف جون، بخوای بازم برات هدیه میگیرم. دخترم. بله بابا جون. دوستات دارن میرن، دنبالت میگردن. برو پیششون. باشه میرم. مگه من بهت نگفتم دیگه اینجا نیا؟ اشتباه نکن، به خاطر الیف اومدم. اون با تو نسبتی نداره، دختر منه، نمیخوام دیگه ببینیش. اونا یادگارای رائفن، هر کاری هم بکنی نمیتونی ازم بگیریشون. خیلی وقت گرفتم وداد، تو باختی، بهتره اینو قبول کنی. اگه دلت به اطرافیت خوشه سخت در اشتباهی. جوجه رو آخر پاییز میشماره. عمو وداد داری میری؟ برم دیگه. چرا به ما سر نمیزنی؟ دلمون برات تنگ میشه. بازم بیا یه روز بیا نهار رو با هم بخوریم باشه؟ باشه، زنگ بزن هر وقت خواستی میام. خدافظ. خیلی خوب بریم. برو پشتش، زود باش. بودو زود باش دیگه، پاس بده. بابا یکی بیاد دفاع. زود باش پسرم، برو دیگه، برو جلوتر. برو دیگه. میبینید تو رو خدا. بیا آفرین پسر، مراقب حرکاتشون باش، ببینم چی کار میکنی ها. دومین گلم بزن. آفرین، دومین گلم بزن. آفرین. پینار خانم امر دیگه ای نداری؟ همه چی رو جمع جور کردی؟ بله خانم. شما هم خیلی خسته شدین، امروز مرخصی. چشم خانم، شب بخیر. شب بخیر. همچنین. دارین میرین در پایینم قفل کنین باشه؟ چشم. بهتره من برم دیگه، دیر شد. عزیزم حالت خوبه؟ آره خوبم، مشکلی نیست. اینجوری میخوای رانندگی کنی؟ عمرن اگه بذارم بری. امشب بمون اینجا، فردا صبحونه رو با هم میخوریم. فکر خوبیه. یکم هم غیبت میکنیم. قبوله. باشه. خب کی مشروب میخوره؟ زیاده روی نکردی؟ فرشاد خانمت زیادی جر زنه. میشه لطفاً منو همراهی کنی؟ باشه. خوبه. بریز داداش. میبینم که کیفت کوکه. بچه ها کاروبارتون چطوره؟
ای بد نیست، چی بگم والا. ای رفقا. قرآن دیر کردی پسر، خیلی وقت اومدی. قور نزن دیگه، الان بهتون میرسم. بریز دیگه. خوش اومدی. لیوان قرآن جونو پر کن، حالشو ببره. در چه حالی؟ بیا بگیر. خیلی خوردی جانان، تا حالا اینجوری ندیده بودمت. عاشق شدم. برای همین زیاد خوب نیستم. جدی میگی؟ میبینی فرشاد، با اینکه دوست صمیمیشم هیچی به من نگفته. آره راستش من خیلی خستم، میرم بخوابم. دیر وقته، بهتره شما هم صبح حرف بزنید. فرشاد داری جر میزنی ها؟ تو هم دوست نزدیکم به حساب میای. بیا بشین برات بگم. ببین به نظرت این آدم داره با احساساتم بازی میکنه یا هدف دیگه ای داره؟ جانان آخه من از کجا بدونم طرف کیه و چی تو کلشه؟ چی بگم؟ از کجا بدونی؟ 2 دقیقه بیا بشین دیگه، داره تعریف میکنه، نزن تو ذوقش. عزیز دلم خیلی برات خوشحالم. ممنون. خب کی میخوای معرفیش کنی؟ شاید هم میشناسیش. دیگه خیلی کنجکاو شدم. بی خیال بابا، یه آدم عوضیه دیگه. اینطوریه؟ اولش رو میگی بعدش میگی بی خیال. اینجوری نمیشه، بگو ببینم. مگه چی کارت کرده؟ راستش شجاع نیست. تنها مشکل ما هم همینه. یعنی اصلا نمیتونه با بقیه رو راست باشه و بگه من عاشق این دخترم. چه میدونم، شاید خجالتیه. شاید هم میخواد از رابطتون مطمئن بشه. بهش فرصت بده. خیلی وقت بهش فرصت دادم. بابا شاید طرف یه دلیلی داره. باید یکم صبور باشی، یکم بهش اعتماد کن. فرشاد راست میگه. به نظرم یکم دیگه صبر کن. میخوای یه شب دعوتش کن بیاد اینجا و با هم آشنا بشیم ها؟ فرشاد باهاش حرف بزنه ببینید چی میگه. چرا میخندی؟ به تو نخندیدم. خب یعنی یکم غیر ممکنه، برای همین. چرا؟ دیگه داری نگرانم میکنی ها؟ طرف کیه؟ اینقدر ناز نکن دیگه، بگو تمومش کن. طرف کیه؟ منم خیلی دوست دارم بگم، جدی میگم، اما خب پس برای چی نمیگی؟ جانان مگه من دوست صمیمیت نیستم؟ چرا؟ مگه ما جای خواهر همدیگه نیستیم؟ هستیم. خب راستش من فقط نمیدونم واکنش چطوریه. دوست عزیزم عاشق شده، معلومه خوشحال میشم. میخواستی چی کار کنم؟
ببینم جانان، نکنه طرف متأهله. حرف بزن دیگه. اومدم عزیزم. میرم الیفو بخوابونم. تا نیومدم اصلا نگو. میرم لباسمو عوض کنم، بعدش باید بهم بگی. اومدم دخترم. تو زده به سرت، به خودت بیا. بی خیال، بذار یکم خوش بشی. نترس بابا، چیزی نمیگم. معلومه که نمیگم. مامان عزیزم. مامان جون دلم. خواب بد دیدی مامانی؟ خیلی ترسناک بود مامان. تموم شد عزیزم. خیلی صدات کردم نیومدی. منم زدم زیر گریه. نترس عزیزم. تو هر وقت صدام کنی فوری میام. قول میدی؟ قول میدم عزیز دلم، قول میدم. من همیشه پیشتم. باشه؟ باشه. وقتی تو پیشم هستی دیگه از هیچی نمیترسم. عزیز دلم. حالا دیگه بخواب. باشه. تموم شد. نکن جانان، برو. نکن. چه؟ برو. نه الان وقتش نیست. برو. مامان جونم. برام کتاب میخونی؟ کدومو دوست داری؟ پرنسس کوچولو. بازم؟ آره لطفاً. باشه. خب تا کجا خونده بودیم؟ اگه میخوام با پروانه ها دوست بشم مجبورم چند تا کرمو تحمل کنم. یعنی چی؟ الان وقتش میگم نیست. پینار خونه است. نکن. گفتی اینجوری هم نیست. ببین گرفته خوابیده. دوستی ما با پرنسس کوچولو اینجوری شروع شد. پینار. پینار باورم نمیشه. یه لحظه صبر کن عزیزم. الان همه چی رو توضیح میدم. باشه؟ به من دست نزن پینار. تو هیچی نگو جانان. الان همینجا داشتی از عشقت میگفتی. منظورت فرشاد بود؟ نه. آره.
یعنی چی نه؟ چرا این کار میکنی؟ خودشه، همون ترسویی که بهت گفتم فرشاده. نمیخوای بگی؟ باشه، پس من بهش میگم. ما 6 ماهی که با همین پینار. این کارا یعنی چی؟ میخوای مثل زنایی تو کوچه خیابون گیس و گیس کشی کنی؟ گمشین، از خونم برین بیرون. یه لحظه صبر کن ببینم. صدا تو بیار پایین. بچه خوابیده. تو کی از خونه میخوای بندازی بیرون؟ اینجا خونه منه پینا. فرشاد برو بیرون. از این خونه و شرکت گورتو گم میکنی میری، فهمیدی؟ دیگه هم نمیتونی الیفو ببینی. گوش کن، دیگه هیچ وقت این حرفو تکرار نکن. اون همونطور که دختر توه دختر منم هست. الان یادت افتادی دختر داری ها؟ الان یادت افتاد؟ تو هنوز منو نشناختی. تو هیچی نبودی، به لطف پدرم به اینجا رسیدی. الانم دیگه هیچی نیستی، مثل سگ ولگرد پرتت میکنم بیرون. این شرکت با زحمات من انقدر پیشرفت داشته. باشه فرشاد، ولش کن بریم. داره چرت میگه، ولش کن. جانان خانوم، فکر و خیال برات نداره ها؟ چون از فرشاد طلاق بگیرم دیگه هیچی نداره. فکر میکنی اون وقت این زنی که تو رو نگاه میکنه ها؟ خیلی پس فطرتی عباسی. فرشاد گم شو برو بیرون. تو ازت متنفرم. تو کیو میخوای از خونه پرت کنی بیرون ها؟ تو هیچی نبودی، الانم همونجوری میمونی. ازت طلاق میگیرم، هیچی برات نمیمونه. دخترم هم نمیتونی ببینی. دیگه حق نداری پاتو تو این خونه بذاری. ازت متنفرم، ازت خسته شدم مردی که پس فطرت. ماما پینار، 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 پینار به هوش بیا. پینار، پینار، پینار. وقتی گفتم بریم باید میرفتی. جانان ببین نفس میکشه یا نه؟ نمیتونم. جانان ببین نفس میکشه یا نه؟ نمیتونم. پینار، پینار بلند شو. پینار. خیره این وقت شب. باید حضوری بگم. کجایی؟ آگاهی هم. فردا قراره از بازرسی بیان. دارم پرونده رو جمع جور میکنم. باشه، همین الان میتونی بیایی امارت. باشه. چنگیز خانم بیار. اونو چی کار داری؟ بیا، میفهمی؟ من چی کار کردم؟ نه. ایلماس. بله قربان. تا صبح کارا رو تموم کنی. من میرم، کاری داشتی بهم زنگ بزن. چشم قربان. بچه ها یکم بجنبین، باید تا فردا تموم بشه. وای 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 وای، روانی ها ببین. فرشاد جون تو چه کار کردی؟
چطور تونستی؟ خب افراز، میشه گندکاری فرش رو ماسمالی کرد؟ الیف پایین خوابیده. هر کاری میخواییم بکنین زودتر، لطفاً بی سر و صدا. مامان جانان یه ملافه بیار. من ملافه از کجا بیارم؟ جانان برو یکی پیدا کن، زود باش. مامان الیف عزیزم، بیا بریم تو اتاقت. بیا عزیزم. مامانم کجاست؟ مامان و بابایی رفتن بیرون. ببین من اینجام. بیا عزیزم، بیا عزیزم. باشه. بیا دخترم، بیا. با اجازه من برم، دیر وقته. صبر کن، کجا میری؟ هنوز زوده. بس دیگه، من زن و بچه دارم، مثل شما مجرد نیستم که. نه؟ باید یه سری هم به یوسف بزنم. دیگه بسته. خداحافظ، من رفتم. باشه، به سلامت عزیزم. بیار اینجا بینم. خوبه. پیرهنتو عوض کن. همه چی درست میشه، نگران نباش. باشه، من اینجا رو تمیز میکنم. چه خبره؟ این وقت شب اینجا چی کار میکنن؟
چه خبر اونجا؟ زنده‌ست. ببریمش بیمارستان. باشه فرشاد جون، میبریمش همین الان. افراز دستگیرش کن. دستبند که پیشت هست. فرشاد اگه به هوش بیاد میدونی چی میشه؟ تا آخر عمرت به خاطر اقدام به قتل میفتی زندان. دیگه هیچی برات نمیمونه. دخترت هم نمیتونی ببینی. همه دارایی تو از دست میدی. فکر کردی اگه حالش خوب بشه تو را میبخشه؟ ها؟ خب فرشاد جون، میل خودته. ببریمش یا بندازیم؟ حال بده تمومش کنی. وایسید! ماشین انداختن تو. وایسید! الو یوسف، کجایی پسر؟ تو قایقم داداش. با تپه چقدر فاصله داری؟ 2 دقیقه فاصله دارم. خیره داداش، چیزی شده؟ خوب گوش کن. من الان رو تپم پسر. چند نفر اینجا؟ یه شبل تابی هم هست. چند تا آدم یه زنو گذاشتن تو ماشینا، از تپه انداختنش پایین. چی میگی داداش؟ ها؟ الان خودمو میرسونم. نه یوسف، نه اینجا. بی خود وقت تلف نکن. برو زنه رو نجات بده. زود باش، بجون. الان میام. بیا بریم دیگه. چی کار کردم؟ این حقش نبود.
من چی کار کردم؟ حالا جواب الیفو چی بدم؟ چی شده الیف؟ مامانم کجاست؟ مامانمو میخوام. بهت گفتم که مامان و بابایی رفتن بیرون. بیا عزیزم بخواب، دراز بکش. زنگ بزنی میاد. مامانم بهم قول داد. خیلی خوب باشه، مامانت میاد اما الان نه، بعداً. عزیزم خواهش میکنم بخواب، خواهش میکنم. فرشاد بیا بریم. بیا. چنگیز خان، یه نفر اونجاست. ای وای، تو ماشین به ما. رفیق چه کار میکنی؟ میخوای پلیس خبر کنی؟ تو ماشین بمون. پسرم